17 سال زندان فقط چون شبیه یکی دیگه بود. سلام رفقا، تصور کنید یه روز عادی پلیس میاد بهتون دست به هم میزنه و میگه تو همون دزد مسلحی. تو التماس میکنی ولی من خونه بودم، ولی بعد از 17 سال تازه آزاد میشی. این داستان واقعی ریچارد جونزه. سال 1999 شهر کانزاس. ریچارد 25 سالشه. 2 دختر کوچولو داره و ازدواج کرده. همون شب توی پارکینگ والمارت یه زن رو میزنن و کیفش رو ازش میدزدن. هیچ دوربینی و چیز دیگه ای نیست، فقط 2 شاهد که میگن مرد لاغری بود با پوست روشن و موهای کوتاه. پلیس عکس ریچارد رو پیدا میکنه و نشون شاهدا میگه فکر کنم خودشه، همین، هیچ مدرک دیگه ای نیست. دادگاه فقط به حرف اونا گوش میده. ریچارد رو میفرستن دادگاه و بهش 19 سال حکم حبس میدن. چند سال میگذره. تو زندان همه بهش میگن تو چرا این ریکی آموس هستی؟ ریچارد میفهمه یه نفر دقیقاً دوقلوی غریبشه. همسن، همقد، حتی مدل مو و محل زندگیش با اون یکی بوده. وکیلا عکس دوقلو رو نشونه شاهدای قدیمی میدن. شاهدای قدیمی میگن وای، ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدومشون ریچارد، کدومشون همون دزدیه که از اون زن دزدی کرده. 8 ژوئن سال 2017 بعد از 17 سال در زندان باز میشه و ریچارد میدوه بیرون و میفته توی بغل زن و مادرش و شروع میکنه به گریه. دولت $1,100,000 بهش غرامت میده، ولی خودش میگه هیچ پولی نمیتونه اون سالایی رو که از من دزدیدید برگردونه. این داستان نشون میده یه اشتباه کوچیک توی سیستم قضایی چقدر میتونه روی زندگی انسان اثر بگذاره. تا امروز بیش از 370 نفر تو آمریکا فقط با تست دی ان ای تبرئه شدن. اگر دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید و کامنت رو برام